چه کارهایی رو تو استخر انجام ندیم که نجات غریق به همون تذکر نده بریم داشته باشیم. با هم دیگه شوخی نکنید و همدیگه رو هول ندید. شیرجه زدن تو قسمت کم ممنوعه. تناب نگیریم و به تناب آویزون نشیم. لطفاً از پله به عنوان تکیه‌گاه استفاده نکنید و آویزون پله نشید. عزیزم آدامس دهنتونه؟ وقتی که میایید توی آب سخت لطفاً نه آدامس ها نه خوراکی توی دهانتون نباشه، ممکنه که دچار خفگی بشین. مامان جان غریق محافظ جان شما هستیم، پس اگر بهتون تذکر میدیم اسمشو گیر دادن نذارین. با رعایت کردن این چند تا نکته کوچیکی که گفتم میتونیم اوقات خیلی خوبی رو در کنار هم دیگه سپری کنیم. حالا شما اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه داخل کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.